جوشن در منابع فارسی متعددی ذکر شده، مثل دیوان رودکی سمرقندی، شاهنامه فردوسی، گشتاسب‌نامه دقیقی طوسی، گشتاسب‌نامه اسدی طوسی، اشعار منوچهری دامغانی، دیوان قطران تبریزی، بوستان سعدی، آداب الحرب و شجاعه اثر مبارک شاه فخر مدبر، سفرنامه مستوفی، تاریخ آلام آرای امینی، روضة الصفویه و رستم التواریخ از آصف. بر اساس لغتنامه دهخدا، جوشن نوعی زره حلقی مرکب از حلقه های زنجیری و صفات آهنی یا فولادی است و از این جهت به تنوره شباهت دارد که هر دو از زره زنجیری و صفحات فلزی ساخته می شود، با این تفاوت که صفحات فلزی غیبه در جوشن کوچکتر و کوتاهتر از صفحات به کار رفته در تنوره هستند. پس تنوره هم مثل یک جوشنه ولی با صفحات بزرگتر. پس جوشن میشه همین که گفتم صفحات ترکیب میشه، تنوره بزرگتر میشه. حالا مسئله اینه که آیا جوشن چجوری بوده؟ از چرم بوده اوایل یا از آهن؟ ما میدونیم که جوشنایی که از دوره تیموری اواخر هستن صفحات پولادی دارن و همچنین ما در نسخه دارابنامه داریم جوشن صیقل زدن، یعنی نشون میده که جوشن از فلز بوده که صیقلش میزدن. همسو با منابع ایرانی، کوبیلینسکی محقق لهستانی میان جوشن و زره تمایز قائل میشه و میگه که جوشن نوعی زره هست که ترکیبی از زنجیر و صفحات فلزی است که تقریبا همزمان در ایران، ترکیه عثمانی و گورکانی هند مورد استفاده قرار گرفته. به نظر او جوشن ایرانی به شکل نیمتنه یا بالاپوشی از زره زنجیری فولادی بود که چندین صفحه فولادی رو 2، 4 یا 8 صفحه فولادی در 2 ردیف روی آن نصب میشد. در قسمت جلو با سگک بسته میشد و در قسمت پشت آن 3، 5 ردیف از صفحات کوچک همچون سفالهای روی بام رو هم قرار می گرفتند. بنابراین جوشن ها همین صفحات کوچک را در بخش‌های جلویی خود نیز داشتند و ترکیب با زره‌های حلقه‌ای می‌شوند. و همچنین تاکید می‌کند که تشخیص منشأ دقیق جوشن دشوار است، زیرا نمونه‌های ایرانی و گورکانی هند شباهت زیادی به هم دارند. ولی البته من با این زیاد موافق نیستم، میشه اینا رو تشخیص داد.